نه ای برای ما حرام میشود. عبدو تو تاجیکستان میره چقدر کوتا نگاه میکنی، چقدر تاجیکا نگاه میکنی؟ میگه ما را گفتن که ما را در دبی خونه میخرن، من دیگه نمیرم تاجیکستان. سلام علیکم برادرای عزیز. نو ویدیوی اکای بیروز دیدم. نمیدونم چی بگم. الله عزیز خودش میدونه کیا بزنه. یا پلیستیشن نمیخوام نشون دادستم که چند بار نشون دادم. پلیستیشن ما قریب یک هفته دو هفته در خونه گشتم، یک بار در خونه ندیدم. کنی آیپاد ما پلانشتم، کنی مادبوک در دست ایش در دست اوش 1,000,000 روبلی برای بای منو حسبی نشیدم. در دست یکی بارون 100% من گارانتی میتونم دست یکی بارون گرفت. کنی اون پولو 100,000 دیگه آخرون بار مسکو رفتیم 120,000 سومونی با تاجیکی 120,000 سومونی در کارت اکای شورات گرزوندم. کنی اون پول. سلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. ای کویر ویدیو دیدین که چی گپه فقط اجداد نه کی حاجی چی گپ میشود دوستان عزیز. انا میگن که قشلوق ما بگیر. باز یک بار دیگه سلام دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز یک چیز همه مردم تاجیک میگه، مخصوصا مردم مسلمان، مخصوصا مردم دهقان، همون نفرانی که در زندگی عذاب کشیدگان، میگه که هیچ وقت آید نبرار کی بودی کی شدی. دوستان عزیز انا میگه ما با کی تعلق داره که با اکای بارون برادر بهترین و دودرچه گرامی قدری ما اکای عبدالرزیق، دو شخصی که در یوتیوب یک رزولتات یک کاری خوبشون دادن. دوستان عزیز لیکن متاسفانه نمی سهر ما در این حال در فرخار بوسانی قرار دارم. اینا چه خیلی که میبینین کاری خونه ویدیو اکای بارون دیدم به نهایت زیغ شدم. ویدیویی که 7-8 ساعت پیش پارتیزگی که ما عبدالرزیق جدا شدم. دوستان عزیز وقتی که ویدیو اکای بارون دیدم تماشا کردم به نهایت زیغ شدم. بعد آیه بابر اومده که عطفت عبدالرزیق با اکای بارون، عطفت اکای عبدالرزیق دیدم که چخیل تانه میکنه بارونا برای پول، برای مسکو رفتن، برای نوتبوک، برای پلانشت، برای دیگر چیزها. دوستان عزیز یک چیز باید ما یادمون نبروریم. منم گپ کی بودیم کی شدیم. دوستان عزیز کدام استادی که شاگرد اینا پولای پاسی میگیره با پولای بلندی میبره برای همه چیز چه استفاده بردن حق داره. دوستان عزیز من شخصا با اکای بارون میگم که اکای بارون جان احسن قندو تا بزا اگر میلیون پول عبدالرزیق خورده باشی این کمه، چون که تو حق داری داری. یک چیزی تو نبرونه که یک مردم کم بغل وقتی که یک از یک سمت میتن نو واسه چند سمت دیگه تا میخره شگر کردن در کار که خداوند در تن هم قدر چیز دادگیه. یک بار ما روزای گذشته را پیش رو بیاریم، یک بار ما عذابای درباره خر گو او کشی همه را پیش رو بیاریم. چی شخصا من گفته رحیم پروداکشن شدم یا بلوگر باید دیگه کاری قشلوق نکنم، قشلوق بیام ما فرمای کاری نپوشم، باید ما کستون بروک و فرما توزه فقط تماشا و کیف صفا. نه این برای ما حرام میشود. باید آدم گذشته خچه جای خچه مکانی خچه هیچ گاه حیاتش نبرد. دوستان عزیز بعد اکای عبدالرزیق امروز که تو دبی رفتی ایراد نبرد که دبی وطن ما نیست. دبی جای بیگانه برای ما یک جای استراحتی است. لیک مرده زنده هر یک تاجیک که جای ده باشه نباشه با میگرده. اگر خداوند نصیب کرده باشه به وطن میاد، نصیب نکرده باشه به وطن نمیاد. وقتی چی گفت اکای عبدالرزیق که اولدی هم سری وقت های با فریحتای مردم هیچ گاه داده نشه. چی باید وقت همون نفران نبودن که ترا بگیرن ایمون که کلسور بگیرن بیان. کی رفت رو آورد؟ کی ترا آدم کرد؟ اکای بارون کرد. نه که مردم همه را میدونه اگر میلیون بگوی پول خورده ای خورده او دیگه فایده نمیکنه. حق داره خوردن برای که برای تو مهنت کرده گه، برای تو عذاب کشیده گه، برای تو خون دل خورده گه، برای تو ایدئا کشیده گه.
просто ما همچون بلاگر توجیک این چیز مرا وجدان و عذاب داد که شخصا این چیزا در زندگی هر یک از رخ میدهد. به همین خاطر اولیا عبدالرازق سری وقت های این راه داد نبرد که این انم پولای برآمدگی تو دیگه برآمده نمیتونی ابراد نمیخوام بعدی انم استاد میگه که استاد قدری پدری داره بعد انم استاد تو دوش نگرفتن اولیا وقت داری بگرد بیا پیش اکای بارون با ایسر انم خیلی جفتی مناسب شین که با ایدا پولای بالا ببریم برین با همه چی میرسوند انشالله رسیدگی با میرسوند. اگر که این کار نکنی همه کاری تو نول میشوه یگان ملت توجیک ترا نگه دستگیری میکنن نه مخلصی تو میشوه. در کجای ترا میبینن در تگ هر یک ویدیو دخالت میکنن گپای هر فیلم مینویسن. کسی ترا به این راه آوردگی اولیا اکای عبدالرازق جان وقت داری بگرد التماس که این یک بلاگرای توجیک یک پس زده نه ما را وجدان مو نمیبرداره ما را خر میکنه درست ما دوستیش ما را میخوایم هر یک ویدیوش ما را میدیم هر یک نوارش ما را میدیم هر یک پادکستش ما را خسته نمیدیم ببینیم حقیقت میشه ما همه پادکستاتون خواهش دارم که فکر اخلاق رو در کامنتر بنویسین این چیز برای هر یک ما و شما مهمه دوستان عزیز زندگی به پسی و بلندی نمیشه و انا این پسی و بلندی زندگی نمیاد دوستان عزیز یگان انسان لباسی تنش کسان و گروه قطعی قربان موسیقی تای خوک نمیکنن بران گروش کنن یا ایسر همه مو میمونن همه یک کفن 10 سن 20 متری سن اگر مونا نصیب کنن دوستان عزیز اگر بران هزار رحمت کنن اگر ویدیو ابرشین مرا تماشا کردگی باشه ما فقط بهتون میگم که اکا با پیش چون که تو حقی انم سخن گفتن نصیب انم خیلی سخن هستی اکا جون اکا عبدالرازق تو موفقیت نه که ولی سری وقت داری بگرد پیش اکا برام بیا که ای اوجه سیلیش که میبادای پروسا دوی ای را بگی با همه چی میرسین بعد با پدر اکا عبدالرازق هم خواهش میکنم که زنگ بزنین ای دنیای هست که چرخ فلک ای او امروز می برای چرخ فلک آسمون در زمین میشفت حتی دیگه گور قبولت نمیکنه باقی در پناه الله باشین هزار رحمت برای تماشاتون برای دستگیریتون لایک همون پدلیت سشکنه که دیگران بینه که ما درباره اکای بارون هستیم درباره عبدالرازق هم هستیم نه که گپی حق گفتن در کار باید هر آدم خطاگی خچه بدونه فقط با پیش تاجیکستان با پیش شهرمردان غریب نفرانی که دستگیری میکنن لایک میونن هزار رحمت کلان ویدیو را دوستاتون پدلیت سشکنه که ببینن باقی در پناه الله باشین خیر